مادری نابینایی بود. از او یک پسر به دنیا آمد. دایه‌ها با او خبر دادند که فرزندی به دنیا آورده‌اند بیمار است. پس از شنیدن خبری بیماری پسرش، مادر با دل ریش او را نگهبانی میکرد. از بس که مادر چشم بینا نداشت، همه مهربانی هایش را نسبت پسرش با چشم دل افشا میکرد. خداوند ملائکه را به سوی مادر فرستاد و ملائکه به نزد مادر آمد و گفت: مادر، خداوند یک درخواست تو را قبول میکند. میخواهی خودت بینا شوی یا فرزندت صحت شود؟ مادر گفت: البته فرزندم صحت شود. ملائکه گفت: پشیمان نمیشوی؟ مادر گفت: نه، هرگز پشیمان نمیشوم، بگذار فرزندم صحت شود. ملائکه دست بر دعا برداشت و فرزندی او صحت شد. مادر از این خوشحال گردیده فرزندش را با چشم دل نگریسته مهربانی میکرد. روز تا روز فرزند با مهربانی های مادری عاجزش بزرگ میشد. مادر از این خوشحال تر میگردید. زمان فرزند به کمال رسید و مادر او را با یک جهان شادی و امید عائله دار کرد. سال و ماه‌ها سپری گشت و فرزند پیش پای مادر به زانوی ادب افتاد و گفت: مادر جان، چند ماه است سخنی در دل دارم، اما گفتنش مرا سخت آزار می دهد. مادر گفت: تو جگربند یگانه من هستی، بگو جان مادر، اسرار دلت را بگو، من همه درخواست را میپذیرم. فرزند گفت: همسری من با تو زندگی نمیخواهد و میخواهم برای تو خانه بنیاد کنم تا که دورتر از چشم او زندگی کنی، زیرا از نابینایی تو همسری من تبش خیره میشود. مادر از این سخنهای فرزندی که با چقدر رنج نابینایی به وایه رسانیده بود سخت آزرده گشت و به فرزندش گفت: پسرم، تو رنج مکش، برای من خانه مساز، من خودم از خانه برآمده می روم. تو با همسرت خوشبخت باشی برای من کافی است. مادر از در خانه‌اش که به جز این فرزندی زن دوستدار کسی نداشت برآمده، با چشم دل به سوی خانه‌اش نگریسته زار زار می گریست، زیرا از خانه و در بیرون از کنار فرزند یگانه دور می شد. آن ملائکه‌ای که از ابتدا آمده بود باز آمد و گفت: ای مادر، باز خداوند یک درخواست تو را میپذیرد و انیق میگویی که این دفعه تو را بینا کند، چون که اکنون بعد این کاری فرزند و همسرش پشیمان شده ای. مادر در جواب گفت: من پشیمان نیستم و پشیمان نخواهم شد. پروردگارا، این بار هم مرا شفا ندهد. ملائکه گفت: از خداوند چی درخواست داری؟ مادر گفت: میخواهم پروردگار همسری پسری مرا انسانی خوب، زنی صالحه گرداند. امروز از سببی که من از این درگاه رانده شدم و از این رو در خانه نیستم که او را پرستاری کنم، در خانه نیستم که او را نوازش مادرانه کنم، بنابراین همسرش را همسری با وفا گردان تا که نسبت فرزند من جفا نکند، بلکه جگرمند مرا پرستاری خوب کند. ملائکه
با چنین رحم و شفقت بی سابقه این مادر در آن لحظات حساس در چشمانش آب فواره زد و به چشم مادر چکید و مادر بینا گردید. ملائکه به چشم بینا گشته این مادر نگریسته گفت رحم و شفقت مادری را تا به این حد اصلا ندیده بودم. این است بزرگی مادر. در چنین لحظه ناگوار که از جانب فرزند از خانه رانده شد، ولی برای فرزند و همسر او دعایی بد نکرد. پس همه بندگان خدا را ضرور است همیشه به قدر مادر برسند. 100 سال اگر خدمت مادر بکنیم، بر یک شب رنج او برابر نشود. شنیدم که صیاد در مرغزار برون رفت روز به عزم شکار. یک قمری را در سری شاخ دید، کمان را برآورد و زیبت کشید. چو قمری نظر کرد به بالای خویش، یک باشه دید چنگال پیش. بگفتا به بالا پرم باشه است، به پایان صیاد تیر بشه است. به حق خدایم محمد رسول، دعای منی مشتی پر کن قبول. چو قمری بگریست نزد خدای، دعایش همان گاه شد مستجاب. یکی از قضا مار آمد پدید، پسی پای صیاد را محکم گزید. صیاد بلرزید و ز دستش خطا رفت تیر، چو بر سینه باشه شد جایگیر. ریزاگی خدا را ندانم که چیست، 2 تن زنده مرد و یک مرده زیست. اگر تیغ گردون بجنبد ز جای، نبرد رگی را نخواهد خدای. بعد از این روز آشکارا دوست می دارم تو را. از تو چون پوشم نگاه را، دوست می دارم تو را. در وجودی من زی هستی، هر سری مویی که هست، دوست می دارد مرا تا دوست می دارم تو را. خواه در دل باش ساکین، خواه در جان شو مقیم. گر در این جایی وران جا، دوست می دارم تو را. آرم آید پیش سرو و لاله رفتن در چمن، تا بدان رخسار و بالا دوست می دارم تو را. گر نباشی دوست دارم، دوست دارم همچنان، زان که من به این تمنا دوست می دارم تو را. دیده و دل هر یک تنها تو را دارند دوست، خود منی بی دل نه تنها دوست می دارم تو را. گفته ای خون ریزمت، تا دشمنم داری کمال. من خود از بهر چنین ها دوست می دارم تو را.
یاری ما سروی بلند است، بگوییم بلند. پست گفتن سخن از بیم رقیبان تا چند. دامنش دیر به دستم فتد و حلقه زلف نتوان زود گرفت، آهوی مشکین به کمند. تیرهای دیگرش بر دل اگر آید حیف، آن چی خاکیست چرا بر من خاکی نفکند. دلی صد پاره به مرهم نشود چاره پذیر، جام نازک چو شکستند نگیرد پیوند. گفته ای کاری دلت بسته ای آن زلف دوتاست، کاری توست این همه بر زلف دلاویز مبند. گر 200 قرن بجویند نیابند کمال، بلبل چون تو خوش الحان به چمنهای خجند. آن سرویناز رفت به گلشن، نظر کنید. در باغ گل برآمد و سوسن، نظر کنید. گل را ز شوق نکهت آن پیرهن چو من، صد داغ خون به گوشه دامن، نظر کنید. آتش کده است جان من از سوز سینه، آه دودی که درگذشت ز روزن، نظر کنید. او دیده است روشن اگر برقع افکند، ای عاشقان به دیده روشن، نظر کنید. آنها که می کنند لبت آرزو کمال، گو در حلاوت سخن من نظر کنید. از تو 1 ساعت جدایی خوش نمی آید مرا، با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا. گوییم رفت زین در و سلطانی وقتی خویش باش، بعدی سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا. چاکرانت را نمی گویم که خاکی آن درم، با بزرگان خود ستایی خوش نمی آید مرا. گفتمش در آبی عارض عکس رویت را نما، گفت هر دم خود نمایی خوش نمی آید مرا. از لبی لعلت نپرهیزم به دوری آن 2 چشم، پیش مستان پارسایی خوش نمی آید مرا.
منکری زهدم بر رویت تا نظر باز آمدم. پاک بازم من دغایی خوش نمی آید مرا. صوفیان گویند چون ما خیز و در رقص آ کمال. حالتی وجدی ریایی خوش نمی آید مرا. زندگی عجیب است. انسان ها نیز گوناگونند. یکی ثروتمند، دیگری کمبغل. یکی فرزندان زیاد دارد، دیگری به ناخونی فرزند زار. میخواهم از حیات نفری برایتان نقل کنم. اولین مرتبه با گریه چشمانم را به دنیا باز نموده زنی را دیدم با چشمانی پری آب و لبانی پر از تبسم مرا به آغوش گرفته بود. مادرم از تولید من چنان شادی میکرد، چنان شاد بود مثل کبوتری خوشبخت در آسمان پرواز داشت. اما شادی مادرم دیر دوام نکرد. بعد از تشخیص من طبیبان گفتند که در آینده من راه گشتن نمیتوانم. از شنیدن این خبر زمین و آسمان به سر والدانم فرو رفت. مادرم را بارها می دیدم با خداوند گفتگو می کرد و به من تنی سالم و پای روان می طلبید. و حتی روز گفت پروردگارا پای مرا بگیر و به فرزندم بده تا راه گشتن پسرم را ببینم. خرد بودم، برداشتنم آسان. وقتی کلان شدم احساس میکردم که قوت مادرم نمیرسد. بیشتری وقت پدرم در کار بودند و نگاه بین من بر دوش مادری رنجورم بود. مادرم چنان به من آواره گشت و از سلامتی خودش بیخبر ماند. روزی مادرم افتید و از هوش رفت. یاری تجیلی آمد. طبیبان اولین یاری خود را رسانیدند. مادرم به هوش آمد و طبیبان گفتند که مادرم باید حتما از تشخیص گذرد. روزی دیگر مادرم با همراهی پدرم رفته از تشخیص گذشتند. تشخیص معین نمود که مادرم به بیماری سرطان مغز سر گرفتار شدند. از شنیدن این خبر دنیا به نظرم تاریک گشت. از همه علم آورش آن بود که به زندگی مادرم روزهایی با شمار مانده بود. برای چی تقدیر اینقدر نسبت من تلخ است؟ مگر دردی خودم بس نبود؟ به مادرم من چگونه زندگی میکنم؟ این خبر شوم به همه خویش و تبارانم پهن گشت. همه به خانه امان آمدند و به خلاصه آمدند که مرا برای جراحی به آلمان میفرستند. گرچند من راضی نبودم، آنها الکی مبلغ زیادی را جمع نموده اندیشه متخصصی را گرفته مرا گسیل کردند. تشخیص طبیبان آلمان معین نمود که بعد از جراحی من میتوانم راه گردم. از شنیدن این خبر والدان من همه خوشحال بودند، علل خصوص مادری که تمام عمر میخواست راه گشتن مرا ببیند. بعد از 2 ماه جراحی با پای روان به خانه آمدم. مادرم الکی در بستر بیماری بود.
بیبی و خاله هایم او را نگاه میکردم. تازان آمدم مادرم را به آغوش گرفته گفتم مادر جان، تو پایهایت را به من دادی، تو باید زندگی کنی، من نمیگذارم که تو ما را ترک کنی. گویان فیغان کردم. همه گریستند. آمد به سرم از آن چی می ترسیدم. مادری مهربانم مرا ترک کرد. پس از جنازه مادرم صبحی بر وقت به سر قبر مادرم آمده فریاد زدم. اگر من سالم می بودم شاید مادرم زندگی می کرد. پروردگارا هیچ فرزند را بیمار نگردان، زیرا از دیدن درد فرزند دل مادر می شکند. سلام. چی نویگری ها؟ چی خیل کارو نغز می؟ رحمت نغز. چی نویگری ها؟ چی خیل کارو نغز می؟ رحمت نغز. خیر نغز باشی. ما بایم نویگری ها بسیار دوستم. ای دوستم، شب دو تا نوشه یافتم. با یگان تا یافتیمی. بله، یگان تا نه، دو تا. البته می توانیم دوست. انا اکنون صورتش را می پرتام. انا این حسن بین. قندکچه. انا بین دوستم، انا بین. کنی بین چی خیل. حاضر دویومش را هم می پرتایم. انا ای قندش زند. بین آشنا. انا دوستم. چی خیل معقول می؟ کنی دوستم تو هم صورتش پرتا بینیم چی خیل. لیکن از تو یافتگی ها زور از آنی ما. خیر میبینی. نه یه واهیمه نکن.
هی دوستم رسا واهیمه کرده ایستاده ای. رسا واهیمه کرده ایستاده ای دیا یا بزنی قبول میکنی؟ باب کردم. برای وقت گذرانی. آها فهمو. اوه زرکو. خای رسمشا پرتو. ایلاجش باشد ما هم یک بینیم. رقمشا میتیمی دوستم. ما با چی قدر باشد باز کم کو دوستم. کجا شدی یا بخیلی کرده ایستاده ای؟ ابله آخرین خواهری من کو. انگوشت مزن رنج بدر کوفتنی کس تا کس نکند رنج بدر کوفتند مشت. زندگی عجیب است. انسان ها نیز گوناگونند. یکی ثروتمند، دیگری کمبغل. یکی فرزندان زیاد دارد، دیگری به ناخون فرزند زار. میخواهم از حیات نفری برایتان نقل کنم. اولین مرتبه با گریه چشمانم را به دنیا باز نموده زنی را دیدم با چشمانی پری آب و لبانی پر از تبسم مرا به آغوش گرفته بود. مادرم از تولید من چنان شادی میکرد، چنان شاد بود مثل کبوتری خوشبخت در آسمان پرواز داشت. اما شادی مادرم دیر دوام نکرد.
بعد از تشخیص من طبیبان گفتند که در آینده من راه گشتن نمیتوانم. از شنیدن این خبر زمین و آسمان به سر والدانم فرو رفت. مادرم را بارها می دیدم با خداوند گفتگو می کرد و به من تنی سالم و پای روان می طلبید. و حتی روز گفت پروردگارا پای مرا بگیر و به فرزندم بده تا راه گشتن پسرم را ببینم. خرد بودم، برداشتنم آسان. وقتی کلان شدم احساس میکردم که قوت مادرم نمیرسد. بیشتری وقت پدرم در کار بودند و نگاه بین من بر دوش مادری رنجورم بود. مادرم چنان به من آواره گشت و از سلامتی خودش بیخبر ماند. روزی مادرم افتید و از هوش رفت. یاری تجلی آمد. طبیبان اولین یاری خود را رسانیدند. مادرم به هوش آمد و طبیبان گفتند که مادرم باید حتما از تشخیص گذرد. روزی دیگر مادرم با همراهی پدرم رفته از تشخیص گذشتند. تشخیص معین نمود که مادرم به بیماری سرطان مغز سر گرفتار شدند. از شنیدن این خبر دنیا به نظرم تاریک گشت. از همه علم‌آورش آن بود که به زندگی مادرم روزهای با شمار مانده بود. برای چی تقدیر این قدر نسبت من تلخ است؟ مگر دردی خودم بس نبود؟ به مادرم من چگونه زندگی میکنم؟ این خبر شوم به همه خویش و تبارانم پهن گشت. همه به خانه امان آمدند و به خلاصه آمدند که مرا برای جراحی به آلمان میفرستند. گرچند من راضی نبودم، آنها الکی مبلغ زیادی را جمع نموده اندیشه متخصصی را گرفته مرا گسیل کردند. تشخیص طبیبان آلمان معین نمود که بعد از جراحی من میتوانم راه گردم. از شنیدن این خبر والدان من همه خوشحال بودند، علل خصوص مادری که تمام عمر میخواست راه گشتن مرا ببیند. بعد از 2 ماه جراحی با پای روان به خانه آمدم. مادرم الکی در بستر بیماری بود. بیبی و خاله هایم او را نگاه میکردند. تازان آمدم مادرم را به آغوش گرفته گفتم مادر جان، تو پایهایت را به من دادی، تو باید زندگی کنی، من نمیگذارم که تو ما را ترک کنی. گویان فغان کردم. همه گریستند. آمد به سرم از آن چی می ترسیدم. مادری مهربانم مرا ترک کرد. پس از جنازه مادرم صبحی بر وقت به سر قبر مادرم آمده فریاد زدم. اگر من سالم می بودم شاید مادرم زندگی می کرد. پروردگارا هیچ فرزند را بیمار نگردان، زیرا از دیدن درد فرزند دل مادر میشکند. زمان کودک نزد مادرش آمد و پرسید مادر جان، برای چی خداوند وقتی به تو بهشت را هدیه کرد آن را زیر پایت گذاشتی؟ مادر فرزندش را با آغوش گرفت، نوازش کرد. همان گاه در چشمان مادر اشک حلقه زد و گفت
فرزندی عزیزم، جگربندی مادر، وقتی خداوند به من بهشت را هدیه کرد، همراه بهشت تو نیز بودی و من تو را روی کف برداشتم و بهشت را زیر پایم نهادم. آبروی اهل دین از خاک پای مادر است. هر چی دارد این جماعت با دعای مادر است. آنچه در وصف بهشت فرمود قرآن کریم، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. من همیشه خود را خوشبخت می حسابم. میدانی برای چی؟ برای آن که من از کسی چیز انتظار نمی شوم. انتظاری همه وقت درد است. زندگی کوتاه است. برای همین زندگی را دوست دار. خود را خوشحال احساس نما و همیشه تبسم کن. پیش از سخن گفتن گوش کن. پیش از نوشتن اندیشه کن. پیش از برباد دادن مبلغ با زحمت مبلغ را به دست آر. پیش از طاعت نمودن ببخش. پیش از کسی را آزار دادن احساس نما. پیش از بدبینی دوست دار و پیش از مرگ زندگی کن. این زندگی بی بقا روزی به آخر می رسد. این جبر و ظلم و هم جفا روزی به آخر می رسد. در هر قدم کرده خطا گفتیم صدها ناسزا. این کرده های ناروا روزی به آخر می رسد. قصه زنی صالحه. جوان دختر شوهر می کند و هر صبح شوهرش را برای نماز بامداد بیدار می کند تا از جماعت دیر نماند. در این مدت یک روز شوهرش را دیر بیدار می کند که از نماز جماعت دیر می ماند و نماز را با جماعت دوم می خواند. بعد نماز امام نزدش آمده می گوید شما شوهری فلان زن هستید؟ مرد ناراحت شده می گوید تو چی کار داری به زن من؟ امام در جواب می گوید به خدا قسم خواب دیدم همه کسانی که امروز در جماعت اول بودند وارد بهشت شدند و در بینمان یک زن بود. گفتم این کی است؟ گفتند این همسری فلان شخص می باشد. مرد سراسیمه‌وار به خانه بر می گردد تا خوشخبر را به همسرش برساند. وقتی وارد خانه می شود می بیند که همسری گرامیش در حالت سجده در روی جای نماز جان به جان آفرین سپاریده.